میگه میدونی از نزدیکی‌های ظهور پسر انسان چیه؟ از نشونه‌هاش. اینا حرف این قرآن نیستا، اینا اصول کافی نیست، انجیل. همین انجیل که دم دسته، همین انجیل هست. امروز از اون 100 سال قبل خیلی گرمتر، گیراتر، پرشورتر و گسترده تر این مراسم داره انجام میگیره. اینا همش معنا داره، اینا همش نشون دهنده یک حقایقی است، یک جریانی است داره پیش میره در دنیا به رهبری حسین ابن علی سلام الله علیه و انشالله پیش خواهد رفت و انشالله کارگشا خواهد بود، گره های ملت ها رو باز خواهد کرد. حضرت یحیی علیه السلام آمد، قربانی شد، سرش رو بریدن، در تشت طلا گذاشتن. خدا در قرآن تأکید کرد که از ریشه حی گرفته شده، یعنی زنده بودن همیشگی است، با آنکه مرد. یحیی از حی میاد و تأکید کرده در قرآن که این نام رو قبلا رو هیچ کس نگذاشتیم. سوره ای که حضرت یحیی رو ماجراشو میگه، حضرت زکریا میدونید دیگه، تو روایات داریم حضرت زکریا وقتی جبرئیل ماجرای 5 تن و علل خصوص حسین علیه السلام رو براش تعریف کرد، گفت من دوست دارم یه بچه داشته باشم عین حسین، همونطور این بلاها سرش بیاد، قربانی بشه و من در داغ دیدن شبیه پیامبر بشم. 3 روز روزه سکوت گرفت و خدا یحیی رو در پیری بهش داد. آیت قرآنش هم براتون بیارم. یا زکریا انا نبشرک بغلام اسمه یحیی لم نجعل له من قبل سمیا. تأکید میکنه خدا که من این قبلا این اسم رو هیچ کس چی نگذاشته بودم. خب حضرت یحیی آمد تا وعده منجی بدهه. نگاه کن، یحیی میاد، سرش بریده میشه، از یحیی میرسن به مسیح. درسته؟ عین این اتفاق هم در اسلام افتاد. یعنی چی؟ از حسین میرسن به کی؟ به مهدی علیه السلام. و شباهت ها بسیار زیاده. یعنی حضرت یحیی حسین بنی اسرائیل و مسیح مهدی بنی اسرائیل. هر دو عمر طولانی، هر دو در غیبتن. قرآن برای هر کدوم از اینها بنی اسرائیل رو مثال زده، بعد گفته فاعتبروا. برای بنی اسماعیل هم همینه. بعد ببین حضرت یحیی چی میگه؟ صحبت میکنه از کسی که میخواد بیاد در بنده. میگه من شما را به آب به جهت توبه، خوب گوش کنید، تعمید میدهم، لکن او که بعد از من میآید از من تواناتر است که لایق برداشتن نعلین او نیستم. او شما را به روح القدس و آتش تعمید خواهد داد. او غربال خود را در دست دارد و خرمن خود را نیکو پاک کرده، گندم خیش را در انبار ذخیره خواهد نمود، ولی کاه را در آتشی که خاموشی نمیپذیرد خواهد سوزاند. آنگاه عیسی از جلیل به اردن نزد یحیی آمد تا از او تعمید یابد. یعنی آیه اول این استنباط میشه که حضرت یحیی داره وعده ظهور کیو میده؟ حضرت مسیح. حضرت عیسی فارسی صحبت میکرده، انگلیسی صحبت میکرده، آرامی صحبت میکرده. این اصل متنش که هیچ مسیحی نمیدن بی‌شرفا. یعنی کلیسا مطلقا در اختیارشون قرار نمیده. بس از بدم چی میخواد این بفهمه؟ انجیل متی باب 3 آیه 12 بود دیگه. انا حضرت یحیی میگفته انا، بله عربا میگن خب بگن همینه. حضرت عیسی هم نمیگفته گاد، میگفته الله. En ردفوا لي يردفون نكم ألتيك خلون يثي من حكمة دي هودا كشتا ديلا إلهي لا
انا معمد انا لکن، من تعمید میدهم، من لکن یعنی همون لکم، برای شما، به میا، به ما، به آب، لتی بوتا، برای اینکه توبه کنید. هو دین، اما او دبتری، after me، بعد از من، آتا می آید، او بعد از من می آید. اینجا اسم لو داده، اسم برده که این نامردا براشن اسمو ترجمه کردن is stronger. من برای اینکه اسمو یه بار دیگه ببینیم دو خط رو بریم ببینیم چی بود. هی جیمی ببینید، بعدش دیگه چی بود، بعدش این که شکل هی دو چشم بود خودش، ببینیم چی بود. 3 توی اینجا هم که دیدید دیگه یا و نون توی دین چجوری بود اینجا؟ هو دین یه نون، اینا همون چی؟ یا و نون. آتا حسین، یه حسین میاد. یحیی خودش نظر حسین ابن علی. گفتن توی اون قربانی معروف؟ گفت نه. آتا حسین، من لایق نیستم که کفشا و نعلینشو بردارم، من لایق نیستم کفشای جا بجا کنم، من حسینم. اینا استاد این کلمه بودن. حسین رو برداشتن چی ترجمه کردن؟ stronger. او از من محکم‌تر است. بعد این طرف آیه بعدی در مورد حضرت عیسی میگه ها، اون رد نمی‌کنیم، اون حضرت عیسی رو اسمش هم میاره، منتها اول میگه حسین میاد، میگه بهش میگن تویی اون حسین قربانی معروف، تویی؟ میگه من نیستم. به خاطر همینه دقت بفرمایید مسیحی‌ها دنبال اون قربانی بزرگ تاریخ و ذبح عظیم که به فرزندان ابراهیم وعده داده بودند. در مسیح این دوتا رو با هم یکی کردن، یعنی این دوتا آیه رو با هم یکی کردن، گفتن قربانی بزرگ تاریخ کی بوده؟ مسیح بوده. یه از نشانه‌های ظهور پسر انسان این است جمیع امت‌های زمین سینه زنی کنن، یا همه‌شونو میکشیم سر این داغ بزرگ، همه میان وسط. جیمز هاکس قاموس کتاب مقدس رو نوشته، میگه 85 بار این پسر انسان در انجیل تکرار شده، ما هر کاری میکنیم 30 تاش به عیسی میخوره، 50 تا دیگه یکی دیگه است. آل زیاد، آل مروان، بنی امیه قاطبه، از فرزندان هم دیدن، میگن چه عجب بعیدی نیست. 6-7 سال پیش به من و شما میگفتن اینجوری سر میخوان ببرن، چی میگفتیم آقای حرفش، اینا رو گنده نکردن، عاشورا میگن سر بریدن، ال کردن، بل کردن. واقعیه. ببین آقا به اسارت گرفتن، واقعی میگه ببین به چشم خودت ببین کسی میتونه نماز بخونه، قرآن بخونه، سر رو از بچه کوچیک نگذره.